سری از دوستان در رابطه با پایین کشی به وسیله گیره ها خواستن براشون کلیپ بفرستیم. نخ آزاده با یه حجمی از میوهی که ما توی کلیپ دیدیم. تنها کاری که شما باید بکنید پایین رو هرس انجام میدید. پایین کشیتون فقط با یه حرکت بوته رو نگه میدارید، گیره رو آزاد میکنید، میارید به هر ارتفاعی که شما عرفتون هست و گیره رو نگه میدارید. به همین سادگی حدود 2 ثانیه تا 3 ثانیه بیشتر وقت نمیبره.